یک گروه ساکنان دهه باغداری جماعت دیوتی چیلگزی شهر اسفره اقدام‌های نیکو شایسته را پیش نموده مبلغ‌هایی برای سفر حج جمع کرده خود را در کارهای آبادانی صرف می‌کنند. این اقدام از دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که در ملاقات با فعالان، نمایندگان جامعه و خادمان دین بیان شده بودند سرچشمه می‌گیرد. در مراسم آغاز کارهای منفرش‌کنی راه اساسی دهه مذکور راهبریت شهر سابقه‌داران و فعالان دهه اشتراک نموده عملی خیر و ثواب نفران خیرخواه و سخاوت پیشه را که در آبادی محل سهم می‌گذارند شایسته تحسین و نمونه عبرت ارزیابی نمودند. حالا از حساب این مبلغ‌ها و با همت فرزندان وطن دوست دهات منفرش‌کنی زیاده از 2 کیلومتر راه‌های دهه ادامه دارد. این همه بنیادکاری و سازندگی به خاطر دیگرگون ساختن سیمای دهات و تأمین شرایط ضروری در آن میباشد. ما نفقه را اقدام گرفتیم که آن مبلغ‌هایی که برای حج جمع آوری نموده بودیم آن را برای آبادانی دهه خود ما برای منفرش نمودن راه اساسی دهه‌مان صرف نماییم و برای ما دیگر ساکنان دهه نیز ما را دستگیری نموده و آنها نیز دستگیری خود به یاری خودشان رسانیدند و ما تا آخر این اقدام را به جا آورده با میکنیم غیرت میکنیم که دیگر کارهای خیر را هم به عهده گیریم. در جماعت دیوتی چیلگزی زیاده از 18,000 نفر زندگی داشته ساکنان آن در همبستگی و متحدی بهر آبادانی محلی خویش تلاش نموده میخواهند در پیشرفت وطن تاجیکستان عزیز سهم خود را گذارند. واقعا باعث قناعتمندی است که صاحبکاران احسانکار و مردم آبادگر دهات جواباً به غمخوری‌های روزافزون راهبریت دولت و حکومت کارهای سازندگی آبادانی و هم تعمیر آبادانی راه‌ها را اهلانه و دستجمعانه وسعت میبخشند. جایز ذکر است که در تشکیل و پیشبرد کارها در سمت نوسازی و منفرش‌کنی راه‌ها و آبادانی محله‌ها در برابر صاحبکاران و سخاوتمندان اعضای هر یک عائله خانواده به قدر امکان و توان مساعدت و سهمگذاری می‌نمایند. طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سزاوار پیشروز گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان جماعت دیوتی چیلگزی سال گذشته سال 2023 در جماعت دیوتی چیلگزی زیاده از 5 کیلومتر راه‌های حدود داخل دهه اسفالت‌پوش کرده شده است. اینچنین با دستگیری صاحبکاران، شخصان آبرومند، اینچنین شخصانی که سفری حج نیت کرده بودند جماعت دیوتی چیلگزی امروز تصمیم گرفته است که در دهه باغداری جماعت دیوتی چیلگزی زیاده از 2 کیلومتر و در حدود جماعت دیوتی چیلگزی زیاده از 4 کیلومتر راه‌های داخل دهه را اسفالت‌پوش نماید. مؤسسه نگهداری راه‌های اتومبیلی شهر با سفربرنامه‌ای تکنیک و تجهیزات و کارمندان بهر صفتاً اجرا نمودن کارها مساعدت می‌نماید. به مناسبت جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی مردم شریف اسفره با وسعت کارهای آبادانی در هر یک محل اهالی نشین شهرک و دهات و کارخانه و مؤسسه‌ها جهت دارند که این شهر باستانی باز هم رشد و ترقی و زیبا و آراسته گردد. صابر ایوبی، شهر اسفره، اخبار.